بچه‌ها خوش اومدید به این ویدیو. فعلا ترکیب همون مونده. اگه ویدیوی دوم ببینید هیچ بازیکنی رو نخریدیم، همون ترکیب دقیقا میبینید که دستم بازی نکردم از این موقع. از این بعد هر دست بخوام بازی کنم میام رکورد میکنم. خب بریم بازی کنیم. با این ترکیب میریم. یا مسی مثلا بیارم به جای رایان چرکی. نه همین مسی رو میذارم. من یه بدم بالا. خب بریم واسه بازی با سویا. راموس رفته یه تیم مکزیکی. اصلا خیلی کسخول از سویا رفته. این که تو جدید ساختم، اگه میتونید ببینید نکنید. اینجا الان عوضش کردم. این که الان ساختم، این که الان روش آوردم. این دوتا هم خیلی قشنگه. بریم فعلا این اولین بازی رو با این بریم. برای سویا هم حتما این همین سفیده رو میذارم. بریم توضیح. بچه ها لایک و سابسکرایب و کامنت هیچ وقت یادتون نره. بعدش که هر وقت من ویدیو میذارم زنگوله بغل سابسکرایب و لایک رو روشن کنید که هر وقت ویدیو گذاشتم خبردار باشید. خب شروع کنیم. خیلی قشنگ شده که فکر نمی‌کردم جدید ترکیب زرد و صورتی اینجوری بشه. یک داده تو کامنت ها نظر بدید. خدا کنه بعد از این بازیکن خوب بده. از اون برم جایزه ها الماسا رو میگم تموم شه. یعنی چیزش تموم شه، بازی کردنش تموم شه. به اون مدقلی 20 الماس بده. یکی رو خوب کنیم. شانسی میده. اصلا بازی کنم کم کنم. همه خوبه. تیم چرکی میره. بازی بلای 5 گل بزنیم. باید محمد صلاح بیاد. صلاحو بگیرم. یه دونه مهاجم راست خوب داشته باشه. مسی و رایان چرکی رو داریم. باز من 86 میخوام. چرکی نمیتون بگیره. تیم بگیره. کنده باسم اومده 3-4 بار ولی نگرفتمش. این هم یه دونه بدم بالا 86 بشه. هافبک من خوب باسه این باپه میندازه تو هرناندز. بچه قضیه تو هرناندز کی میدونه؟ خیلی سنگ بود. توی اینستا نمیدونم عکسشو توی چه اکانتی کدوم چنل گذاشته بود. توی کامنت ها کی دیده بود اون عکس رو؟ واقعا جدی به نظر شما پاکترین بازیکن فوتبال کیه؟ مسی فقط یه دونه زمان داشته. رونالدو 30 تا داشته. ولی بازی رو شما تو کامنت ها بگید که بهتره. خب باستن دوباره خراب میکنم. باستانی دوباره یه جاد هید میزنه. باستانی از ویدیو قبلی که بهتون نشون دادم 18-17 تا گل زده بود. باستانی حداقل 16 تاش هید بوده. 17 تا 18 تا کمتر بود. فرناندز این باستون دوباره باستانی هست. همش باستانی تو تیم میزنه. خب 45 دقیقه اول تمام میشه. نه تمام نمیشه. لوئیس دیاز، امباپه،
امبو nasıl یه پروست رودری اینجوری میخوام کات بدم بهش. نه بدون پاچپ بدیم. نه با این چرا اینجوری شد؟ نمیشه بازی کنم زاویشم تغییر داد. الان میخوام به کدوم رو بزنه دقیقا؟ چه سنگی مخوار بکشم بیرون. امباپه بذار لاتارو مارتینز بیارم به جوش. خدا کنه زودتر این چالشه بیاد. من امروز 2 تا ویدیو گذاشتم، اون یکی آپلود شد، حتما برید اون ویدیو رو ببینید. یه دست بازی کردیم، بازیکنه 4 تا پرتی اومد. این ویدیو شاید 2 دست بازی کردیم یا 2 دست بازی میکنم یه دست. بذار 2 تا فیلم میکنم زیاد بشه. چی زنده ویدیو گردم شده یکم ویدیو بزرگ بشه. شوتای بیلرون خیلی خوبه که شوت زنی نیست. اون دوباره باستن میزنه که گفتم دوباره باستن اینقدر هید میزنن. فندایی که بذارم به جای این چقدر هید میزنن. فرناندز چرکی جدی خیلی سوتی های بدی میدن تو آفلاین بازی کنی. فرناندز لوئیس دیاز 4 تا گل فعلا. 6 تاش کنم یکم سکه خوب بده. لوئیس دیاز لوتارو مارتینز مهاجموک تو ترکیب مهمترین چیزه. شما رفتید نصب کردید اولین بارتونه، حتما یه دونه مهاجم بردارید. 82 مهاجمتون باز یه دونه 80 بردارید، حداقل مهاجم باشه. من مثلا چی اومد همین چیز اومد، هم لوئیس دیاز واسم اومده بود تو اکانت قبلی، هم اوپندو اومده بود. اوپندو رو برداشتم ولی خب اوپندو 81 بود، لوئیس دیاز 82. اصلا به اوورال مهم نیست. یکی دیگه تیم برم گل نشده. این یکی فقط نه خیلی گل زده. فکرم تو ویدیو قبلی هم گل زد. امباپه بود عوض زمین گل می‌زد. خب بازی دیگه بخاره شد. این مقاش جا بخونه باید باشه. چرا اینجوری فقط امباپه شوتره تو ترکیبمون. خب خدا کنه بازیکن تیم بسیار موفق شد. 2 تا بازیکن خوب اگه جایزه خوب جایزه کته. وای نه والورده داره اینجا الماس میدادی بهم. نه والورده 85 پولیسیچ 75 تارمی بیشتر از پریسیچ با حیف
والدتی این نداره اون با پول حداقل وایس یه تا بازی دیگه خوبه بیرون بیرون چه تو بیرون بیرون تیپ اینه نمیدونم کجا بد بازی کرده این مکتومینای باید بیاد جای مکتومینای ناپولیه کجا اگر ناپولی که باشه هم تیمی هن دیبروین هم رفت ناپولی مودریچ و دیبروین رفتن دنبال هم دیگه مودریچ که تو آسه میلانه دیبروین هم تو ناپولی ولی آسه میلان بهتره با اینکه من طرفدار سیتی و بارسام باز میگم آسه میلان طرفدار دیبروین زیادم نه ولی طرفدارش هستم جدی خیلی بزنه خوبه همین رودری 3 برابر اونه 3 برابر رودری دیبروین من یادمه 2022 یا 2023 بود بازی میکردیم 86 بود دیگه کی 86 بود در اومده پایین تر رونالدو مسی که 88 بودن اصلا توی 2021 و 2022 هیچ کی 88 نشده از این موقع بنزما یادم 85 بود دیگه هیچ کی اون یادم نمیاد اون موقع من یادمه یه دونه اوپامکانو داشتم دیگه یه دونه اوبامیان داشتم ادرسون نه آره ادرسون بود دروازه‌بان ادرسون موقع 83 بود الان 82 اومده پایین فکر کنم اون موقع 23 بود یادش بخیر خیلی زود گذشت این بایی که خودم سنی ندارم 11 سال 12 سال بعد این بایی اینجوری بدنی شدن همین مسی به نظر من همین الانش هم باید 85 باشه رونالدو هم 85 باید باشه ولی خب چون که 3-4 سال رونالدو نه 3-4 سال نه 2 سال بزرگتری به نظر من رونالدو باید 84 میشه 83 میشه من 82 دیگه مسی بیشتر من 83 باید فکر دفراست باشیم این ما فعلا یکی کسی قفل نکردیم باید الماس جمع کنیم چی رو قفل کنیم مثلا کارواخال دیگه کنده آرمان مهمتره نشون البته بخوای همه بازیشونو بگی چیز خیلی بهتره کار بخواد تازه پاس گل بهترین گل رونالدو هم داده البته خودش گفته اون بهترین گل نبوده جدی اون بهترین گلش نبوده کدوم بهترین گلش بوده شاید اون که پوشکش گرفته وسط زمین زد تو یونایتد ولی چیزم خیلی قشنگ‌تر بود خیلی قشنگ بود این چیزی که زد قیچی این کارتای چمپیونز لیگ من از اون موقع تا الان 2 بار 375 تای بازیکن طلایی زدم بعد بهم معلوم نیست زاکانی و لاتارو مارتینز جدی خوبه واقعا مارتینز خطری این مسی میتونه بزنه اگه کاتدار بزنه
گفتم خوب کاددار بزنه. کورنر مسی میندازه، باستانی نه رودری باستانی نیست فکر کنم تو آلیسان بنداز تو خیلی درست رودری بالاخره یکی دیگه زد. مارتینز هتریک کرد. عجیب بود. امباپه من اولین بازی که گرفتم 3 تا هتریک کرد، 9 تا گل. هر بازیکنی که من میگیرم بیشترش اولین بازیشون خوبه. امباپه الان ببین همه بازی خوبه ولی اولین بازی 3 تا هتریک کرد. مارتینز این شوتش خیلی قشنگ بود. 66 لوکاس بهتره یا تو؟ من میگم تو خیلی بهتره جدی. تو هم تو دریبلیک هم تو دنیای واقعی. بچه اگه دوست دارید همه بازی مثلا بذاریم یه دونه چنل جدید میزنیم هم توی PS4 همه بازی ها از ای فوتبال تا استانبول گایز مثلا یه چنل میزنیم اون باشه. باید ویدیوش آماده کنم. مسی گل بعدی مدت 6 داره. Let's take a closer look at that goal now. فردا هم 2 تا ویدیو میذاریم. تیم به خیلی لگه مسی واقعا من تو بازی درست بازی کنیم. من که مسی فنم دارم اینو میگم. خیلی دارم آروم حرف میزنم جدی. He fully deserves to be named player of the match. مارتینز 1 2 3 4 5 تا. رودری و مسی بزنه دونه. بسم الله الرحمن. دوباره رید. چرا آخه میگه من بدبخت چیکار کردم جدی. استفان دفری و ماکنانی رو میره بزنم. نمیگرفتیم 100 تاشو یکم دیگه بازم آبی میاد. فردا یا پس فردا پس فردا جدی دیگه اینقدر زود نمیره. پس فردا درست میشه. بازیکن آبی به دردمون نمیخواد. ما الان کل ترکیب بازیکن آیکون بازی نمیدیم. برکمپ بدبخت اصلا تو 4 تای برتر نیست همیشه تو دویزی. 83 کمتر نمیم 70 بفروشیم. البته دفاع وسط نداریم دیگه. دفاع بعد خرابی. به خاطر هم میگم آرنولدو باید بگیریم. آرنولدو بگیریم چیزا میره میگم دروازه. تیمبر میره تعویضی. آرنولد میاد. بعدش هم این دوتا اگه خسته شدن این دوتا میرن تو. تهش هم یکیشون رو 10 تا سکه میدیم. یکیشون انرژیش خوب میکنیم الان دیگه.
آخرش دیگه نمیتونم حرف بزنم. خب بچه‌ها تا ویدیوی بعدی خداحافظ. لایک و سابسکرایبم اصلا فراموشتون نشه. این چون نمیره بالا الان. خب خداحافظ.